سلام دوستان، با برنامه جدید از دوش بارش هستیم. هلو هرتز ویلکوم zum Grundkurs Deutsch. در این درس سعی کردیم که درس آلمانی رو بهتر توضیح بدیم، تلفظ آلمانی رو بهتر کار کنیم که شما بتونین زبان آلمانیتون پیشرفت بدین و از این تلفظهای بد راحت بشین. دوش بارش هلو هرتز ویلکوم. اسلاید بعدی. من سعی کردم اولش رو براتون فارسی بنویسم که یکم آشنا بشین با کلمات. بعد اسلاید بعدی سعی کردم آلمانی و معنیاش رو براتون توضیح بدم. ترقی خواندن رو به کلمات آلمانی از ترکیب حروف صدادار، یعنی همون آ، ای، او و ای هستند و او با تلفظ زیر خوانده میشوند. مثلا از ترکیب کلمات آ او، ای او، ای ای، آ ای، ای او، این ترکیب تلفظ خونده میشه. مثلا آ او und EU als oi wie in neu. تلفظ کلمه ترکیب تلفظ آ او و ای او اوی خونده میشه، وی نوی. نوی یعنی جدید. ای und آ ای als I wie in ein. ترکیب کلمه ای و آ ای به عنوان I خونده میشه. وی یعنی مانند، این یعنی در، ein یعنی شماره یک. ای او یا als oi wie in Käufer. ترکیب کلمه ای او به عنوان اوی خونده میشه، وی مانند کویفر یعنی فروشنده. و اینجا مثالای پایینش رو براتون توضیح دادم. همین بالا دوباره نوشتم براتون بایشپیل یعنی مثال ها. Frau neu ein Mais Käufer. Frau یعنی خانم، نو یعنی جدید، ein یعنی یک، Mais یعنی ذرت، Käufer یعنی فروشنده. اسلاید بعدی. Aussprache von II. II wird als I ausgesprochen. Aussprache یعنی تلفظ، von یعنی از، ای ترکیب حرف ای wird ausgesprochen یعنی تلفظ می شود. ای عنوان ای. وی یعنی مانند دی همون آرتیکل های آلمانی هستن که سه تا اولش در اول براتون توضیح دادن. der die das و در انگلیسی یه دونه هستن با معنی they oder they. Beispiele Tier oder die. تی یعنی حیوان، دی یعنی همون آرتیکل مؤنث. اسلاید بعدی. و اگر ها قبل از حروف صدادار بیان میشه تلفظ نمیشن در کلمات آلمانی، مانند das habe ich nicht ausgesprochen. حرف آ تلفظ نمیشود. nicht حالت نفی کننده فعل هستش، یعنی فعل رو منفی میکنه. بایشپیل یعنی مثال ها. mehr Lehrer. mehr یعنی بیشتر، Lehrer یعنی معلم مرد. ها nach einem Vokal. کلمه ها بعد از حروف صدادار که همون آ، ای، او و ای هستند هشون خونده میشه. مثلا تلفظ نمیشه برای حروف صدادار. بایشپیل روح und gehen. روح یعنی آرامش، gehen یعنی رفتن، حالت فعل هستش. اسلاید بعدی. es nach einem Vokal a, e, o, u, i wird als z ausgesprochen. کلمه es در آلمانی حالت ز خونده میشه یا اس خونده میشه. و اگر اینجا نوشته نف اینم، اگر بعد از حروف صدادار بیاد ا، ای، او، ای، او حالت ز خونده میشه. بایشپیل یعنی مثال ها. نازه und Salat یعنی بینی و زلط. اس حالت اس خونده میشه. کلینگ وی اس am Wort Anfang oder Zwischenvokalen. اس یعنی زنگ میخوره، این تلفظ میشه یا به صدا در میاد اگر اول جمله باشه و وسط جمله یا وسط جمله های صدادار باشن. بایشپیل یعنی مثال ها. das kosten. das همون آرتیکل ها هستن. آرتیکل خنثی برای اشیا استفاده میشن یا بعضی از کلمات دیگه. و کوست یعنی قیمت. اسلاید بعدی. کمبیناسیون CH و CH دو جاهای مختلف کلا ترکیبای مختلف باشون ساخته میشه. ترکیبای دوتایی دارن، ستایی دارن. در اینجا ترکیبای دوتایی از CH. مثلا اگه CH hat einen leichten Sch-Klang. CH بعضی جاها معنی ش میدن، بعضی جاها معنی خ میدن. باید اینو توجه داشته باشین. مثلا نیشت همون حالت نیشت یعنی همون حالت نفی کردن فعل هستش که فعل رو منفی میکنه. و ایش یعنی من یا ضمیر فاعلی هست. سه ها نف einem وکال. اگه سه ها بعد از حرف های صدادار بیاد آ، او، ای، ای حالت خ خونده میشه.
wird ausgesprochen خونده میشن، تلفظ میشن. beispiele مثال ها noch und Buch. noch یعنی دیگه Buch یعنی کتاب. اسلاید بعدی. کومبیناسیون SCH wird als ش ausgesprochen. ترکیب SCH حالت ش خونده میشه. مثلا beispiele falsch تاشه. falsch یعنی غلط، تاشه یعنی کیف، ساک دستی. کومبیناسیون SCHS اسلاید قبلی SCH بود، اسلاید بعدی SHS که معنی خ میده، خس یعنی خس میده یا خس یاد خ و اس داره توش تقریبا ما بینش. CHS wird als Chis ausgesprochen. Beispiele: گفته من ترکیب سه حرف CHS حتی خونده میشه، تلفظ میشه. beispiele یعنی مثال ها. فوخ یعنی روباه. 6 یعنی شماره 6. کومبیناسیون TSCH ترکیب TSCH wird als ش ausgesprochen. حتی چه معمولا خونده میشه دویچلند، حالت دویچلند رو چه TSCH. beispiele مثال ها. دویچلند در زبان انگلیسی جرمنی میگن، ولی در زبان خود آلمانی دویچلند یعنی کشور آلمان. دویچلند. و کلمه بعدی روچن یعنی لیس خوردن. روچن. اسلاید بعدی. کومبیناسیون ST und SP am Wortanfang. ترکیب ST و SP در اول جمله. ST und SP werden als shit oder ship ausgesprochen. ship oder ship خونده میشه. و اینجا نوشتم ترکیب این کلمات werden ausgesprochen. این ترکیبی که ما راحت اینجوری خونده میشن. beispiele بعدن دو تا مثال دادم. Straße یعنی خیابان. Straße. spielen یعنی بازی کردن. spielen. Straße یک حالت اسم هست و spielen حالت فعل هست. کومبیناسیون CK wird als kurzes K ausgesprochen. و مثل انگلیسی هستش دیگه. CK معنی که خونده میشه. beispiele چند تا مثال براتون دادم. دیکه یعنی حالت روجایی، پتوی نازک. am Wortende. اگه حالت آخر جمله بیاد، Wortende یعنی word از کلمات ترکیبی word یعنی کلمه و end یعنی آخر تشکیل شده. Wortende. wird leicht ausgesprochen. اگه اول آخر جمله بیاد، تقریبا خیلی خونده نمیشه، یعنی خونده میشه ولی قوی نیست. beispiele مثال دادم براتون. nur und Uhr. nur یعنی فقط، یعنی but به انگلیسی. Uhr یعنی ساعت. Uhr. nur. Aussprache von V در انگلیسی این حالت و خونده میشه و این در آلمانی V یا F خونده میشه. F خونده میشه. تلفظ از V wird als F ausgesprochen. میگه V تلفظ میشه حالت F یا F. beispiele Vater یعنی پدر. مثل انگلیسی father ولی خب در آلمانی حالت اول کلمه F نمی‌نویسن و حالت V می‌نویسن. Aussprache von J این در انگلیسی حالت J خونده میشه ولی در آلمانی حالت ی خونده میشه. تو اپسیلون حالت Y در زبان انگلیسی. J wird als J ausgesprochen. beispiele ja یعنی سال. nach einem Jahr بعد از یک سال. کومبیناسیون KU حالت KU wird als حالت KV حالت KW خونده میشه. Quittung ausgesprochen. KV. کومبیناسیون aus KU حالت KW خونده میشه. beispiele مثال. Quittung یعنی همون رسید هستش. رسید که از مغازه میگیرین یا از فروشگاه میگن Quittung یا همون رسید به انگلیسی یا به فارسی. کومبیناسیون IG am Wortende. اگه حالت IG I و G آخر جمله بیاد، IG wird als ich oder IG ausgesprochen. در این آلمانی بستگی داره شما در کدوم ایالت آلمان باشین. بعضی جا حالت
ای و گ حالت گ خونده میشه، بعضی جا ش خونده میشه، بسیاری داره شما کدوم ایالت آلمان زندگی کنین. چند تا مثال براتون زدم. فرتیک یعنی تمام، یعنی همون فینیش، به انگلیسی ونیش یعنی همون کم، بعضی جا ونیک میگن، بستگی داره کدوم ایالت شما زندگی کنین. ونی یعنی کم. اسلاید بعدی. Kombination pH. pH wird als F ausgesprochen. Beispiele Philosophie. ترکیب pH حالت F خونده میشه، تلفظ میشه معنی فیلسوفی، همون فیلسوف درس فلاسفه Worte, die auf T-I-O-N enden, Worte, die auf T-I-O-N enden, werden als Sion ausgesprochen. در انگلیسی حالت ش خونده میشه ولی در آلمانی حالت س خونده میشه. مثلا اینجا براتون چند تا مثال زدم. کاوتسیون در آلمانی، در انگلیسی خاصه میشه کاوشن، ولی در خاصه انگلیسی آلمانیش رو تلفظ کنه میشه کاوتسیون. حالت T-I-O-N حالت س خونده. سیون. اسلاید بعدی. بله، درسمون در همین لحظه تموم میشه. من سعی کردم تو این درس تمام تلفظایی که تو آلمانی هستن و نکته دارن رو براتون توضیح بدم. 100% با تمرین و تکرار خیلی بهتر میشه و اینکه شما دایره لغاتتون بیشتر بشه میتونه کمکتون کنه که شما بتونید آلمانیتون رو و در این صورت تلفظ خیلی بهتری داشته باشین نسبت به قبلا و بتونیم همدیگه رو کمک کنیم که تلفظمون و زبان آلمانمون بهتر بشه. به خدای بزرگ میسپارمتون. اگه میتونین کانال رو سابسکرایب کنین که بتونیم ویدیوهای بیشتر بذاریم و همین ساب کردن شما و لایک کردن شما باعث میشه که انگیزه پیدا کنیم و ویدیوهای بیشتری براتون بذاریم. منم سعی میکنم که تمام درس‌ها رو بهترتر و کاملتر بذارم که هر دوم بتونیم استفاده کنیم و شما رو به خدا میسپارم. آرش هستم. روز خوبی داشته باشین. شب و روزتون بخیر تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.